دوستان درود. بحث خداست. هوا ابریه. من صحنه رو تاریک نکردم. زودتر بگم تا بارون نگرفته. راجب خدا. 2 تا خدا داریم. یکی باورش اینه که خداش اینجاست، یکی هم که اونور. هر دوتاش هم قبول. اما کسی که خداش اینجاست راضی به اذیت نیست. خیلی مهربونه، لطیفه. ولی کسی که اونجاست میگه خدا اونجاست، حجر الاسود و از این داستانا، خب اعتقاد چیکارش کنه؟ میگه اینترنت هم که نیست تا کانک بشم با اون خدا و خبر بهش برسه، من یه کارایی اینجا بکنم علل حساب. برای خودش هم میگه اینطور لایک میده که من مثلا کارم اوکی. من میخواستم یه شعری هم راجبش بگم ولی تو این فضا نمیشه، حالا انشالله وقت دیگه. ولی مراقب این خدای خودتون باشید. خدایی که وسط اینجاست خیلی جالب تره. باش رفیق باشین، خیلی نصیحت قشنگی میکنه. دمتون گرم. مراقب دیگه بیشتر نگم همینه.